سه چیز باید برای خدا: یکی نذر، یکی قربانی، یکی قسم. هیچ احدی از مسلمان حق نداره به غیر خدا قسم بخوره. نه جان بابام، نه جان مادرم، نه سر فرزندم، نه پیر و پیغمبر که میرسی، نه به فلان زیارت، نه به فلان نمیدونم امام، نه به فلان قبه. هیچ احدی. قسم فقط 3 تا لفظ داره: والله، بالله، تالله. هر کسی قسم به غیر خدا بخوره و غیر خدا را بزرگ بکنه در مقابل خدا، همون چیزی که بهش قسم خورده سبب بلای ناگهانی جانش می شود. چقدر روزانه قسم میخوریم؟ حتی قسم به خدا خوردن هم درست نیست که بی خود و بی جهت گاه و بیگاه خدا رو پایین بیاریم. پارچه میخواد دد بزنه، خدا وکیلی که متر این قدره، جنسش اعلاست، حالا مارکش عوض کرده. کفش میخواد بفروشه، خدا رو میاد پایین. آب تو سطل میگو کرده، رو سطل رازو گذاشته، آب ریخته روش، سبدم زیر سوراخ نداره که بره، نه که خب وزنش میره بالا. خدا وکیلی که این فلانن. وقتی که میگوی کمی آبش تمام شد، خوشتر شد، میبینه 2 کیلو کمه و این 2 کیلو میخواد بخوره، میخواد نطفه ببنده، میخواد بچه درست بکنه با این 2 کیلوی حرام. ویل للمطففین. هر چه سخنرانی برای شما کردن روی منبر تو خطبه ها همش درباره نماز خوندن بوده و طهارت. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر حال کسانی که وزن رو کم میکنن، وقتی برای دیگران میکشن کم میکنن، وقتی برای خودشون میکشن چرب میکشن. پیامبر گفت، خدا گفته ویل در جهنم براشون در نظر گرفتم. همین که چرب میکشن برای خودشون، برای دیگران کم میکشن. قسم به غیر خدا شرک است. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند نه به شوخی نه به جدی در طول حیاتم قسم نخوردم، حتی به خدا. قسم کسی میخوره زیاد که شخصیت نداره، کسی حرفش قبول نداره، تو جامعه وجه نداره، ضعیفه. حتی قسم به خدا خوردن کار کسانیه که انسانهای ضعیف و دروغگو و بی شخصیتن. انسانهایی که شخصیت دارن حتی به جدی هم قسم نمیخورن، به خدا هم قسم نمیخورن. قسم دادن در یک حادثه است، خونی جنایتی در کاره. قاضی میطلبه طرف و میاره روز جمعه، اول نصیحتش میکنه اعتراف بکن، قسم نخور، بذار کل زندگی بره دنیات بره، قسم نخور. کنار منبر روز جمعه بعد از نماز عصر مینشونه، مردم مینشونه. اگر نصیحت ها رو قبول نکرد اون وقت قسمش میده، عاقبت قسم هم بهش میگه.